اگر زندگی یک اجتماع مثلا 10 نفری باشد، ممکن است یک نفرش ما را هیچ خوش نداشته باشه. خود نداره دیگه، چطور کنیم؟ ذوق نداره. مثلا 3 نفر شما را دوست داره، خوش داره، باقی مانده 6 نفر دیگه اصلا هیچ خبر نداره که ما شما در این نقشه هستیم یا نیستیم. کار بار است. یعنی آدم بدبین چی میکنه؟ آدم بدبین میره فقط به یک نفری که خوش نداره همیشه به مو فکر میکنه و جگر خود از دوغ بد میکنه، دل خود از دوغ بد میکنه. آدم خوشبین چی میکنه؟ آدم مثبت اندیش و خوشبین فقط به اون 3 نفر فکر میکنه که خوش داره و دوست داره. خیلی خوب. آدم هوشیار چی میکنه؟ آدم هوشیار در فکر ایام نمیشه، در فکر ایام نمیشه، فقط سر اهداف و نقشه ها و برنامه ها و پلان های زندگی خود فوکس میکنه. شما کدامش هستید؟